در افسانه‌های سومری نوشته‌ای مرموز وجود داره. از دل آسمان سنگی چو آتش خواهد آمد. Three Eye Atlas، مهمانی ناخوانده. سیارات، ستاره‌ها و کهکشان‌ها همه در ریتمی آرام و بی انتها، اما ناگهان جرمی غریبه. دانشمندان در ابتدا آن را فقط یک توده سنگ و یخ دیدند، اما مسیر حرکتش، تغییر در درخشندگیش و نحوه تابش نور از سطحش با هیچ دنباله‌دار شناخته شده‌ای هماهنگ نبود. تصور کنید یک جسم غول‌پیکر به طول چند کیلومتر با پوسته‌ای از مواد معدنی سیاه که لایه بیرونی شبیه به یخ و سنگ طراحی شده تا بتونه به عنوان یک استتار کیهانی عمل کنه. در قلب آن پوسته یک دژ فضایی عظیم خفته، پایگاهی ساخته شده برای مسافران میان ستاره‌ای. رادارهای رادیویی امواجی نامنظم از Three Eye Atlas دریافت کردند. در ابتدا به عنوان نویز تفسیر شد، اما وقتی الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی داده‌ها کار کردند، الگوهایی ظاهر شد، نه یک نویز اتفاقی، بلکه چیزی شبیه به کد. این کدها نمایانگر هندسه‌های پیچیده‌ای بودند، مارپیچ‌های همسان با DNA و البته خطوطی مشابه با نقشه‌های ستاره‌ای. انگار دژ فضایی با زبانی خاموش داره میگه که ما اینجا هستیم و داریم میاییم. در افسانه‌های سومری نوشته‌ای مرموز وجود داره. از دل آسمان سنگی چو آتش خواهد آمد. اما نه سنگ است نه آتش. درون آن اربابان آسمان نشستند. آنان برای بیداری نسل بشر خواهند آمد. این متن در لوحی شکسته در اروک یافت شد و باستانشناسان همیشه آن را به صورت استعاره تعبیر می‌کردند. اما حالا وقتی که Three Eye Atlas در آسمان ظاهر شده، این لوح در واقع پیشگوی دیدار با همان دژ فضایی نیست؟ اگر Three Eye Atlas واقعاً یک پایگاه میان سیاره‌ای باشه، سوال اینه: آیا اومده تا دست دوستی به سوی بشر دراز کنه؟ یا مأموریت دیگه داره؟ نظارت، قضاوت و یا حتی جایگزینی انسان. ما فقط می‌دانیم که در آینده‌ای نه چندان دور، این دژ عظیم از فاصله نزدیکتر با زمین عبور می‌کنه و شاید در آن زمان دروازه‌های خاموشش باز بشه.